نتفلیکس کمپانی برادران وارنر رو خرید. 2 روز پیش رسما خبر اومد که نتفلیکس برادران وارنر رو خریده. یعنی الان همه آثاری مثل دنیای دی سی، هری پاتر، ارباب القا، گیم آف ترونز و خیلی آثار دیگه زیر دست نتفلیکسن. یه زمانی که خیلی هم دور نیست ما 5 تا کمپانی فیلمسازی بزرگ سینما داشتیم. درست که با پلتفرم کاری ندارم اما سینما، دیزنی، پارامونت، یونیورسال، فاکس قرن 20 و برادران وارنر. تقریبا 95% چیزایی که تو هالیوود می‌بینی زیر مجموعه همینا. تا همین سال 2019 که دیزنی فاکس رو خرید و خب این 5 تا شدن 4 و الان خبر اومده که نتفلیکس هم وارنر رو خریده. نتفلیکس همونجوری که میدونید ضد سینماست. معتقده که فیلم‌ها باید داخل پلتفرم‌ها اکرام بشن. اما از طرفی ممکنه ما فیلم‌های بزرگتری با بودجه‌های بزرگتر روی همون نتفلیکس ببینیم. قطعاً ادغام این دو شرکت بودجه‌های بیشتری هم واسه خودش می‌طلبه و تولید محتوای بیشتر. به هر حال چیزی که بین پولدارا اتفاق افتاده، ما باید ببینیم سینما سال‌های آینده به کجا میره. من کرانچی ام و این اولین ویدیو یوتیوب منه. تو کانالم در مورد فیلم و سریال حرف میزنم. میخوام به زودی اولین ویدیوی بلندمو بدم، پس خوشحال میشم که با من همراه باشید.